روسیه از 1 اپریل پروازهای منتظم را با تاجیکستان، آلمان، ونزوئلا، سوریه، ازبکستان و شریلانکا برقرار میکند. آژانسی ریا نوستی از قبل تاتیانا گولیکووا معاون نخست وزیر روسیه نوشت که تصمیم باز کردن پروازهای منتظم با تاجیکستان و 5 کشور دیگر را میخائیل میشوستین نخست وزیر این کشور در جلسه ستاد مبارزه ضد کووید 19 گرفته است. گفته می شود پروازهای منتظم میان دوشنبه و مسکو هفته 1 مرتبه صورت میگیرد. هنوز معلوم نیست این پروازها را شرکت های تاجیکستان و یا روسیه انجام میدهند. روسیه و تاجیکستان از ماه مارس سال 2020 برای راه ندادن به سرایت کرونا ویروس نو پروازهای هواپیماها بین همدیگر را قطع کردند. قطع رفت و آمد دائمی سبب شد که ده ها هزار مهاجران کره تاجیک که در روسیه کار و زندگی می‌کردند از امکان سفر محروم شدند. فعلا تنها پروازهای چارتری میان روسیه و تاجیکستان انجام می‌شود و هواپیماهای تاجیکستان به سمت روسیه حق ندارند شهروندان تاجیکستان را انتقال بدهند. یگانه شرکتی که به روسیه پرواز انجام می‌دهد شرکت خصوصی سامان ایر است و مسافران شکایت می‌کنند که با سوء استفاده از ناچاری و انتخاب دیگر نداشتن مهاجران قیمت بلیط‌هایش بسیار گران است. سامان ایر میگوید خرج پرواز چارتری همیشه بلندتر از خرج پروازهای معمولی است و ادعای مهاجران را به اساس می‌داند. عین زمان میان شهرهای تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کند. سامان ایر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به تاجیکستان انجام می‌دهد. 2 شرکت روسیه، شرکت اورالسکی اویالینی و یوتیر از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند، اما هواپیماها از یک جانب به مسافر پرواز میکنند و به ادعای ماموریت این شرکت ها از این رو نرخ بلیط گران است. تاجیکستان هنوز ماه اوگوست سال 2020 به جانب روسیه اظهار داشته بود که آماده است با رعایت چاره‌های بهداشتی پرواز منتظم هواپیماها را برقرار کند، اما جانب روسیه تاکنون با اشاره به وضع ناگوار اپیدمیولوژی برای از سر گرفتن پروازهای منتظم رضایت نداده بود.